دوستان عزیزم سلام، بهنام رستمی هستم. امروز توی این ویدیو هم میخوام بهتون طرز تهیه مرغ حلزونی خیلی خوشمزه رو بگم، هم طرز آبکش کردن برنج رو کامل بهتون آموزش بدم. پس حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشین تا این انار پلوی جذاب رو با هم درست کنیم. مقدار مواد لازم برای 4 نفر رو میتونید زیر همین پست ببینید. اول فیله های مرغ رو میریزیم توی یه ظرف و روش زعفرون آب کرده میریزیم و نیم ساعت بهش زمان میدیم تا حسابی به خوردش بره. بعد نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، فلفل قرمز و زنجبیل بهش اضافه میکنیم و مخلوطشون میکنیم تا همه جای فیله هامون مزه دار بشه. بعد از یه ربع روغن زیتون اضافه میکنیم و اینم سیر رنده شده است که با پیاز خلالی شده بهش اضافه میکنیم و میذاریم حداقل 1 ساعت استراحت کنه. برای برنج آبکش اول برنجمون رو میریزیم توی یه ظرف و آروم میشوریمش. البته من فیلمو تند کردم، شما آروم بشورینش که برنجتون خورد نشه و 3 بار آبش رو عوض کنین. بعد برای 4 پیمونه برنج 4 قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم و میذاریم 2-3 ساعت برنجمون خیس بخوره. توی این مدت پیاز رو تفت میدیم تا رنگش کمی طلایی بشه. بعد گشنیز خورد شده رو بهش اضافه میکنیم و حدوداً 3 دقیقه تفتش میدیم. بعدم خلال بادوم اضافه میکنیم و 1 دقیقه که با سبزی حرارت دید نوبت اضافه کردن این دونه های انار خوش رنگ و جذابه. انارها رو هم حدوداً 1 دقیقه تفت میدیم. نمک و فلفل سیاه اضافه میکنیم و اینم از مواد لای پلومون. ببینید چقدر جذابه. حالا توی قابلمه 6 لیوان آب رو جوش میاریم و بهش 3 قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم. بعد آب برنجی که خیس کرده بودیم رو دور میریزیم و برنج خیس خوردمون رو به آب جوش اضافه میکنیم. وقتی برنجامون اینجوری بالا پایین میپرن یعنی بدوید آبکشمون کنیم تا له نشدیم. یه دونش رو که تست کنین میبینین وسطش یه نقطه سفیده و برنج 50% پخته ولی وسطش خامه. حالا آبکشش میکنیم، کف قابلمه روغن میریزیم، تدیگ میچینیم و نصف برنج آبکش شدمون رو میریزیم روش. بعدم موادی رو که آماده کرده بودیم میریزیم روی برنج و البته یه مقدارش رو نگه میداریم برای تزیین. حالا دوباره روی موادمون باقی برنج آبکش شدمون رو میریزیم، چند تا هم سوراخ روش ایجاد میکنیم تا برنجمون بهتر دم بکشه. درش رو هم میذاریم تا با شعله ملایم یه ربع به بخار بشینه. بعد آب و روغن داغ میدیم روش و درش رو میذاریم تا 40 دقیقه دم بکشه. بریم سراغ مرغ. باید فیله های مرغ رو به این صورت حلزونی کنیم و بعد با خلال دندون ببندیمش. یه بار دیگه ببینید، فیله رو اینجوری میپیچیم، یه خلال دندون میکنیم توش. حالا توی روغن 1 طرف مرغای حلزونیمون رو 6 دقیقه سرخ میکنیم. ببینید چقدر خوشگل و خوشرنگن. بعدم برشون میگردونیم و در مایتابه رو میذاریم تا اون طرفش هم 5 دقیقه سرخ بشه و مرغامون هم خوب بپزه. چقدر جذابن، عاشقشون میشید. بعد از 40 دقیقه برنجمونم دم کشیده و ببینید چه برنجی درست کردیم. عالیه، همینه. حالا میکشیمش توی ظرف و به این صورت تزیینش میکنیم. عجب انار پلویی شد، فوق‌العاده است و یکی از بهترین گزینه‌ها مخصوصاً برای شب یلدا. امیدوارم حتما درستش کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانت.